به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. سلام و درود همدیاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، علل خصوص علاقمندان زبانهای خارجی. درسی سیوم است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1، یعنی کتاب یکمش. و درسی گذشته درباره present continuous یعنی زمان حاضره دوامدار صحبت کرده بودیم. در این درس باشد همون موضوع رو ادامه میدیم، یعنی دوامی همون موضوع است. تمرین کار میکنیم. خب یک لحظه، نه تمرین نیست، اینجا یک گفتگو رو میگیریم. بعد از این گراماتیک و تمرین، یعنی مثل طبق عادتی که در هر درس داریم. He, she, it, question, negative. I'm bored. I'm bored. I'm bored. یعنی من خسته هستم. Zoe isn't playing with me. یعنی زوی همراه من بازی نکرده ایستاده است. این رو توتی میگوید. She is reading a magazine. یعنی وی مجله خوانده ایستاده است. Hello Corky, what are you doing? خب در اینجا این زن است یا دختر، یعنی میگوید کارکی چیکار کرده ایستاده. What are you doing؟ یعنی الان چیکار کرده ایستاده. مثلا Nothing, I am bored. Nothing, I am bored. یعنی هیچ چیز، یعنی من خسته هستم، من شلپار هستم. خب Is Zoe sitting in the garden? Is Zoe sitting in the garden? آیا زوی در باغچه نشسته است؟ آیا زوی در باغچه نشسته است؟ و توتی میگوید Yes, she's reading. Yes, she's reading. یعنی بله، وی خوانده ایستاده است. و در رسم 4 میگوید آه کارکی this is for you. آه کارکی this is for you. یعنی میگوید این برای تو است. Chocolate for me. Chocolate for me. یعنی شکلات برای من. For برای می یعنی من، برای من. Wait یعنی میگوید منتظر باش. I'm coming with you. I'm coming with you. یعنی من آماده ایستادم همراه تو. You are my best friend. یعنی تو بهترین دوستی من هستی. Positive جمله های مثبت. He is reading a magazine. یعنی وی مجله خوانده ایستاده است. She is sleeping. وی خواب رفته ایستاده است. It's sleeping. وی نیز یعنی وی خواب رفته ایستاده است. Negative یعنی جمله های منفی. He is not reading a magazine. یعنی وی مجله نخوانده ایستاده است. She isn't sleeping. یعنی وی خواب نرفته است. It isn't sleeping. یعنی وی خواب نرفته ایستاده است. Questions یعنی جمله های سوالی. Is he reading a magazine؟ یعنی آیا وی مجله خوانده ایستاده است. Is she sleeping؟ آیا وی خواب رفته ایستاده است، یعنی در حالت خواب است. Is it sleeping؟ آیا وی در حالت خواب است. با جواب های کوتاه یعنی short answers، یعنی yes he is. Yes he is. Yes she is. Yes it is. No he isn't. No she isn't. Questions with question words. Questions with question words. یعنی همین is و تنهاگی معنای جمله سوالی داره چخلی که در اینجا آمد. یعنی میگه is she sleeping یا وی خواب کرده ایستاده است. همین رو در اول کلمه های سوالی میگذاریم، مثل what, where, who. اما این کلمه های سوالی در بعضی حالات WH question مینامن اینا رو. WH questions. WH questions یعنی سوال هایی که با WH آغاز می‌یابند. What is she doing? What is she doing? What is she doing? یعنی وی چیکار کرده ایستاده است. Where is he going? Where is he going? Where is he going? Where is he going? یعنی وی به کجا رفته؟ وی به کجا رفته ایستاده است. بله. Who is singing? Who is singing? Who is singing? یعنی کی سراییده ایستاده است. کی سراییده ایستاده است. خب تمرین کار میکنیم. در اینجا میگوید look and write. نگاه کن و بنویس. خب read a lesson 2 یعنی brain isn't reading. یعنی وی
کتاب نخوانده شده است. Brain isn't reading a magazine یعنی وای مجله نخوانده شده است. He is listening to music یعنی وای موسیقی گوش کرده شده است. خب دوم کارکی در اینجا میگه eat drink. اول میگیم کارکی چیکار کرده شده است؟ کارکی نوشیده شده است. خب در اینجا میگه کارکی is not eating chocolate, he is drinking milk یعنی وای شکلات نخورده شده است، وای شیر نوشیده شده است. dev play fly. dev رو نگاه کنیم در اینجا همراهی هواپیما بازی کرده است یعنی که با هواپیما بازی کرده شده است یعنی با واسطه هواپیما. خب در اینجا میگیم که dev is not playing یعنی بسکتبال یعنی dev بسکتبال بازی ندارد. he is flying by a model plane یعنی همراهی با هواپیما بازی دارد. talk read یعنی انا در اینجا چو کرده است؟ خب کتاب خوانده شده است. خب Anna is not talking to brain وای همراهی brain انا همراهی brain گپ نزده. she is reading a book وای کتاب خوانده شده است. sleep climb the cat is not sleeping under the tree. خب بله یعنی میگه گربه در زیر درخت خواب نکرده شده است. it has climbing it's climbing it is climbing یعنی the tree. بله وای خب بله وای درخت رو برآمده شده است. look at the picture in exercise 4 یعنی با رسمی که در مشق 4 است نگاه کنه. write questions and answer و سوال ها رو همراه جواب ها نویسین. کارکی sleep این عباره ها رو جمله سوالی کردن در کار و جواب کردن در کار. مثلا is Corky sleeping? No, he isn't. Is Zoe looking at the birds? Yes. بله. Yes, she is. Is the cat drinking milk? آیا گربه شیر نوشیده شده است؟ گربه بله میگیم که yes گربه نه یک لحظه نه گربه شیر ننوشیده شده است. میگیم که no it isn't. brain listen to music. is brain listening to music? آیا brain موسیقی گوش کرده شده است؟ خب نگاه کنیم بله yes he is. Anna doing her homework. Is Anna doing her homework? آیا آنا وظیفه خانگیش رو تیار دارد؟ No she isn't. Is Vicky play basketball? آیا ویکی بسکتبال بازی دارد؟ خب ویکی در اینجا کدامیش است؟ خب نه و فکرم ویکی بسکتبال بازی ندارد. میگیم no she isn't. خب read the answers یعنی جواب ها رو بخونه. then write the questions سپس سوال ها رو گذارید یعنی نویسید. they are playing in the park. آیا اونها در باغ بازی دارند؟ در پارک یعنی باغ بازی دارند. پس سوال چون میشود where are they playing یعنی در کجا اونها بازی دارند. they are playing in the park. brains
Brains listening to music. Who listening to music? Brains listening to music. Devs wearing jeans and a t-shirt. یعنی dev jeans و میکاپ پوشیده است. What is wearing dev. What is wearing dev یعنی dev چی پوشیده است؟ dev jeans پوشیده است. Wiki is playing tennis. Who is playing tennis? Who is playing tennis? Wiki is playing tennis. What Corky's drink milk. What is Corky drinking? What is Corky drinking? Anyway, Corky چی نوشیده شده است؟ Corky is drinking milk. Corky شیر نوشیده شده است. Where they are going home now. Where are they going? Where are they going? Where are they going? They are going home now. یعنی اونها با خانه رفته ایستادن. خب یا کمی دراز است. خب اینو با درسی دیگر هم میمونیم. البته با درس دیگر نه، با درس آخران. یک درس دیگر می شود، یعنی درس آخران که درسی شاید به فکرم 31 می شود. این بود درسی 30. تا درس های نوبتی. خداحافظ.